سلام فردی. هی سلام بانی. میگم تو شبانو ندیدی؟ هنوز تو لباسش فرو نشده. آره بابا میشناسیش دیگه. آره ولی بالاخره میگیریمش. البته اون کله فردی که رو سرش داره خیلی شناختنش کار سختیه. خب همونطور که میبینی اینجا که نیستش، پس نظر چیه یه جای دیگر بگردی؟ نگهبان میزنم چرت میدم. آی کسافت آی. صبر کن، تو شبانو دیدی؟ معلومه که دیدمش، همینجا نشسته دیگه. نه دیگه اون فردیه داداش. نه بابا دوباره داره همون کاریو میکنه که ماسک فردیو میزنه. میدونی دیگه روی اسکنرها تشخیص نمیدن. آی آرومی، اگه این فردیه چرا باز دوباره داره چرا قوه میزنه تو چشم من؟ چون تو اعتراض اومدی و ترسوندی. میترسونمش؟ یه بار دیگه بزنی مادر پدرتو من پیوند وای میزن. فاکسی آرومتر. نه من تنها بدبختی هم که میتونه اینجا بفهمه این یه ماسکه. ها بارون بای پشتمو بگیر. من برام مهم نیست اون فردیه یا نه، فقط میخوام دستمو برسونم به اون باتری خوشگل و آبدار و چرب و نرمش. دیگه خسته شدم، بکشم ماسکو شلیک میکنم. اون قلبیه. یه فکری، فردی کجاست؟ ببین ما نمیتونیم چند تا فردی داشته باشیم مگه نه؟ فردی جایم. خب حالا ما 2 تا فردی تو اتاق داریم. ای والا بانی لعنتی میگیرم میزنم تا. وای سین ببینم قضیه چیه. ما در پی شبانه. بابا خود کسافتشه. به جون ننم خود اصل جنس ای فردیه. خدا فردی تویی. من مخم قلم کدوم گوری داری میری؟ میرم یه جا بمیرم. من یه کمی گیج شدم. بانی گوش کن. بایستا ببینم ساعت چنده؟ سلام ای بچه منگل جان ساعت چنده؟ حدود 5 و 5 این نگهبان شبه. شبونی. نگهبان شهر. باتری؟ نه بچه من فردیم، خودتونم خوب میدونید دیگه. ای وای نه.